به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 310 را تقدیم می نماییم. الحمدلله در این سال 2025 خیلی از نامه ها و شکایت های ملت، مردم و ساکنان کشور را رسانیدیم. امیدی آن را داریم که خداوند از ما این همه خدماتی که برای این ملت و مردم مظلوم انجام دادیم از ما پذیرفته باشد و این ملتی واقعا مظلوم را از زیر یوغ و ستم این عائله ظالم برهاند. و شروع می نماییم به برنامه 310. یک نفر از کارمندان پیشینی کمیته دولتی امنیت ملی با فرستادن نامه از دوشنبه با اس یتیموف مراجعت کرده گفته است که دیگر برای ستر و حجاب غم دادن مردم را بس کند. این کارمندان سابق در این نامه نقطه های جالب را ابراز داشته است، از جمله درباره قتل 5 شهروند ختایی در سرحد و درباره آن که فعلا حالا که اس یتیموف در سر کار است کیها بین هم برای کرسی وی چسب و تلاش دارند. نامه از عینی درباره غارت انگشت ناحیه از طرف شمس الله دامادی امام الرحمنوف و خراب شوی راهها بر اثر حرکت دولنهای انگشت کش و نیز از تحقیر مساجد در جماعت ررز میگوید. واقعا خیلی تأسف آور است. مؤلف نوشته است که وقتی دولنهای وزنین انگشتی فلغر را به ازبکستان میکشانند و فایده آن را اولاد رحمانوف میبیند، چرا مردم برای تعمیر راه پول دهد؟ واقعا درست میگوید. در یکی از جماعت‌های ناحیه قبادیان رئیس جماعت برای جوانهای سن دعوت که عائله برپا کردنیان شرط گذاشته است که در آن حالت برای شما اجازت توی داده می شود که یا به خدمت عسکری می روید یا 10,000 سامانی آورده با من می دهید. این رئیس جماعت هیچ کجا را نخوانده است و حتی اتستات صنفی 9 را هم نداشته است. بله، این است که حکومت ما به این مصیبت ها می رسد. بله، واقعا دهشت است. هر خبری از تاجیکستان می رسد دهشت بالای دهشت است. نامه‌ای که آغازین این برنامه است از دوشنبه است. السلام علیکم برادر محمد اقبال. من یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی هستم که 2 سال قبل به نفقه برآمدم. معلوم است که حالا هم با این اداره در علاقه و تماس هستم و از وضع و حالی آن با خبر می شوم. در این آخرها در کمیته دولتی امنیت ملی بسیار گپ و حرفها درباره از وظیفه برکنار کردن اس یتیموف رفته ایستاده است. یک وقت گفته بودند که اس یتیموف تا انجام اسراک نوبتی رحمانوف در مقامش می ایستد. گویا امام رحمانوف چنین وعده کرده بوده است. بله، این رو من نیز شنیده بودم که با رمضان رحیمزاده و یعنی یک جا باید بروند. بله، این گپی یعنی که حوزه معروف و مشهور است. اگر اهمیت داده باشد وقتی مشورت کاری رحمانوف با مقامات قدرتی بعدی در سرحد کشته شدن 5 نفر شهروند چین اس یتیموف حضور نداشت و رنگ و روی رحمانوف هم سخت پرکیدگی و قاش و قواقش آویزان بود. اس یتیموف را امام رحمانوف نزد طالبان فرستاده بود که قضیه کشتار ختایی ها را بفهمد که کار دستی کی است، اینجا چی بازی های رفته ایستاده است. البته وقتی که این برنامه نامه ها از ناحیه ها 310 آماده می شد، البته معلومات های جانبی دیگری نیز رسید که در این قضیه، ولی خوب دیگر این نامه نوشته این کارمند کدام را نیز نشر میکنیم و باز معلومات های دیگری در این قضیه به دست ما رسیده است که در برنامه های آینده انشاءالله آن را میفهمید. چون که آنچه که در سرحد گذشت و ختایی ها کشته شدند از کدام یک پیشامدهای خطرناک درک داده ایستاده است. بعد سفر دولتی پوتین به دوشنبه و در دچه ورزا با طالبان ملاقات کردن وی، روابط تاجیکستان با افغانستان خیلی هم حیرت آور شد. زود سفرهای دو جانبه برگزار شد، اما چون این نتیجه داد کشتار ختایی ها کار کدام گروه نامعلوم و ناشناخته نیست و حتما مقامات در دو طرف میدانند که کار دستی کیست، چی بازی رفته ایستاده است نامعلوم. ولی رحمانوف گویا با اس یتیموف شک پیدا کرده است. اس یتیموف طرفدار عادی سازی رابطه با طالبان نبوده است، برای همین سرحد ناآرام کرده می شود. خود امام رحمانوف
هم به خاطر دریافت هر چی بیشتر و سلاح و وسیله ها جنگی تکرار چنین حادثه ها در مرز را می خواهد. اما اینکه در این زد و خوردها شهروندان خیتای کشته شدند رحمانوف را ترسانده است. ماهای آخر سردار کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه سخت انتظار رفتن اس یتیموف است. سردار کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه کینه‌های زیاد به اس یتیموف دارد. به نظر وی اس یتیموف برای خود را در منصب نگاه داشتن همه وقت تشکیل می‌کند. به فکری سردار کمیته دولتی امنیت ملی دوشنبه یوسف رحمان کمی دیگر کوشش می‌کرد می‌توانست اس یتیموف را از منصبش دور کند. این امکانیت در وقتی پرونده رئیس بیمارخانه ابن سینا پیدا شده بود، اما زور یوسف رحمان نرسید. شاگردان یوسف رحمان پد و دید کردند تا آخر در نقشه های کشیده یوسف رحمان نرفتند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه گفته است هر وقت نیت گرفتن اس یتیموف از منصب پیدا می شود و اس یتیموف حالتهای را تشکیل می کند، مثال حالت دستگیر کردن گروه دری از گلام در محله دروازه دوشنبه و راست بر رحمانوف دخالت می شود که اوضاع چنین است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی دوشنبه یکی از داوطلب‌های کرسی اس یتیموف است و در یک صحبت خاصش با رستم موملی از آن گفته است که اس یتیموف در بسیاری موردها اگنتورنی دنیها را خودش میپرتاید و سپس میگوید که از نام این یا آن رزیدنت های باورناک رسیدند و سپس آنها با واسطه زینه های پایانی ریاست های کمیته دولتی امنیت ملی پیشنهاد میشوند. در عین زمان بین فرهاد کمال معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، منصور عمرov سردار اداره زندانها، رجب زاده مراد رجب فرمانده قشون‌های سرحدی، زبیدالله علی خانزاده رئیس کمیته دولتی امنیتی ولایت سوخت، شامالدین شریپوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی ولایت ختلان و برادری مرحوم وزیر سابق کارهای داخلی حمدین شریپوف بازی‌های سخت پنهانی برای اشغال کرسی اس یتیموف مخوف رفته ایستاده است. کو ببینیم در جای اس کی می آید. واقعا خیلی بازی ها و مهره ها در حرکت شدند. بله، من در آخر این نوشته به عنوان یک کارمند کهنکار یک چیز را گفتنیم به اصلاح که اس یتیموف بس است دیگر اینقدر برای ستر و ریش مردم را غم نده. اس یتیموف گفتنی دارم که همین رحمانوف یک پارچه استخوان در پیشت پرتاید از پشتش دویده رفتن میگیری. یک انسانی که در پیش سگش گوشت را میخورد و استخوانش را به سگ میدهد، رحمانوف اس یتیموف را همین خیل کرده است. اس یتیموف حال و احوال تو را میبینم به حالت میخندم ولی بازیق میشوم برای آنکه این قدری که تو به رحمانوف مثل خر عرابه خدمت کردی و کرده ایستاده شاهرخ برای رستم گنگک نکرده است نمیکند. ولی وقتی یگان جا میرود شاهرخ و رستم پیش و اس یتیموف رنگی بیچاره ها و پر شکسته ها رنگی غلام ها خفا می آید. اینمی عکس نگاه کنید. امام علی قطیر رستم ایستادگی دستو یتیم فهمتری پیشی بر خدا جان تماس کنه طور گنرالا باور کنید واقعا رنگی سگه راستش میگه رنگی خر عرباش که رنگی پیش نیستی که برابر رحمانوف بیایی. دیگر بچهش کلان شد، تو را مثل پامپرس استفاده بردن ولی آیسته آیسته از صحنه دور میپرتایند. زیق نشو، ایامی پیریت را در پیش همشهری هایت میگذرانی، در پیش آنها که یوسف رحمان به سبب زندانشان کرد. تخمینه از پشت سخت کار کرده ایستاده است، جوی جان برایت را کوفته ایستاده است. یک چیز را برایت میگویم، چند وقت پیش با یک گروه همشهری هایت در روسیه بودیم. باور کن که با خون تشنه‌اند. گفتند که حالا بیستید که از کار اولیتش کنند، بعد میدونیم که با این مغول سیما چگونه مناسبت کنیم. اس یتیموف حالا هم دیر نشده است، یک کار کن که مردم تو را با خوبی یاد کنند نه با گندگی. برای پسر شده پدر را برده اذیت و آزار نده. فرزندت خدمت نمی رود گفته چند روز و چند شب محکم میکنند، یا که ریشش را قاق میتراشند، یا که تهدید میکنند و پول میگیرند. اس یتیموف یک بار اندیشه کن که رحمانوف با سنگک و فیضری و غفار سیدای یعقوب سلیم چیکار کرد که با شما کند؟ آنها چه خدمت ها کرده بودند و حالا در کجایند؟ تو که جنایت های رحمانوف را زیاد میدونی، شریک جنایت هایش هستی، فکر میکنی که تو را زنده میماند. حاضر فکر کن که فردا دیر میشود. دیگر پرهای کونت را میکنی شنان عبیدالله دیگر سوخته و پخته دم به درون گشته است. تو نیست نهایت و عاقبتت چنین است. ولی واقعا نصیحت خوبش کرده است این پیری کاری کمیته دولتی امنیت ملی و اس یتیموف مخوف. امیدواریم
این دیگه یگان راه نداره، چون معلومات های دیگری که به ما رسیده است نمیدونیم این برنامه 310 قبل از اون یعنی برنامه سیمی که نشر می شود یا بعد، ولی خوب مهم که این معلومات هایی که این پیریکار از کمیته دولتی امنیت ملی نوشته است، امیدواریم همه آنچه می رسد واقعیت حاله. نامه دیگری ما از عینی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال، من از ناحیه عینی جماعت رارز هستم و می خواهم درباره ناعدالتی ها و کونلسکی های این دهه نویسم. من کارگر دولت هستم و این وطن را دوست دارم، اما ناحیه ما را این اولاد گشنه بیسوادی کثیفی قشاق که برای کرسی پیش پای کریماوی حالیک نکله نشیشته در تگ پای عبدالله سرش را مالیده به سر ما مردم آمد، به غارت برده ایستاده است. من دیگر طاقت کرده نتوانستم که خاموش باشم. این رحمانوف گشنه چشم از وادی ما انگشت را به خارجه می فروشد. بارها نوشته بودند که راه بدترین در تاجیکستان راههای فلغر است. عین زمان راهها را شرکت های دخترها و دامادهایش تباه کرده ایستادند. هر روز هزاران کماز و دولند میگذرد. راه را در یک جایی آزاده و عزیز ما زده ایستادند. باور کنید چنین است. باز حاضر کونلسک های حرامش میخواهند این راه را از کیسه مردم اسفالت کنند. من هم میخواهم که راه خوب و اسفالت باشد، اما من میخواهم که راهی به درون ده میگذشته را منفرش کنند، نه راه کلان را که دولند های دختر امام التر ویران میکند. لیکن گفته باشم که این کار مردم کم بیزاعت نیست، اما حاضر مجبوری از سر هر یک عائله 1000 سومانی جمع کرده ایستادند. این پول را از کجا میابیم وقتی که 250 سومانی پنسیه میگیریم؟ این چاپلوس ها یا پشتلیس ها که من در نظر دارم آدم های عادی نیستند. یکی از آنها سیراجدینوف جهانگیر خان است که ما او را که کیلخان میگوییم. وی در سابق بریگادیر و رئیس بود. حاضر یک چوپان یا کمبغل 2 ساتق زمین ندارد خانه کند. این ایشان لسک 20 هکتار زمین دارد، اما حتی 1 سوم نلاگ زمین هایش را نمیداده است. بگذار نلاگ های سپاریده او را تفتیش کنند که ما دروغ یا تهمت میکنیم. در اینجا از نوارهای صحبتی تشویق کننده جهانگیر خان یک پاره را پیشنهادی بیننده عزیز میگردانیم. السلام علیکم مردم شریف رارز، با دقت گوش کنیدون. اقدامی که پیش گرفتیم برای منفرش کنی راه رارز از در آمدین دروازه تا برآمدن قشناق سهم خود را گذاریتون. برادر عزیز، من جهانگیر خان با یک بار دیگه به شمایان میرسونم که مرحمت کرده پول هر خوجگی، هر یک خوجگی چند کسی که هست خوجگیش 1000 سومانی تیار کردتون برای منفرد کنی راه دیه ما برای آبادی قشناق سهم خود گذارید. من با مهند آباد بکنم که شناتون میروم. من مرحمت کرده دیگه که تفیز سه میرا مدر ایشونا حالی ایشونا آورده خبر کنم هر یک کنیتون چیتون بایدتون که نه با ما مرحمت کرده خود ما شرخ میزنیم پولای تیار کنیتون برای آبادی دیار ما. اور ناموس دیارداری کردن در کار راه دیه ما آباد کردن. خوب این صدای جهانگیر خان بود که خوب شنیدید. این لسک ها شب و روز لسیده و برداشته میگردند و میگویند که وطنی آباد داریم. کسی کم بودی را گوید خائن میگویند. چرا نیروی برق ما را با بیگانه ها میفروشند؟ این نیروی برق و انگشت مال مردم و مال ملت است، نه است فلان جای زن رحمانوف. باز یک کان دیگر انگشت را در دهه شوت به کار انداختند که آن را هم 3 گنجی شمسولای دامادی رحمانوف از خود کرده و دولنهای ازبکستان شب و روز کشانده ایستادند. 1 تن انگشت را برای خود ما 1200 سومانی میفروشند. ما 2 ساعت سویت داریم و تمام. حتی آبی ترمکس باور کنید گرم نمی شود. من خود در زمان شوروی عضو کمسمال بودم که امروز همه بنام دموکرات ها یا اسلامی ها طعنه میزنند و بعد میگویند و حزبی به خدا میگویند. با خدا قسم در وقت کمونیست ها دین و مسجد و اسلام آزاد بود، نظر به زمانی که رحمانوف از دین برگشته بالای مسلمان ها آورده است. با خند درست میگه. در شوروی که به خدایی و به دینی میگویند اینقدر دین و مذهب و مسجد و مسلمانی
حقش پایمال نشده بود. رارس 7 مسجد دارد که شاید 1000 ساله تاریخ داشته باشند. تا آمدن رحمانوف مسجدها آزاد بود. شخصا خود من از ترس امنیت مسجد نمی روم. چی دروغ گویم؟ در سال 2 مرتبه در نمازهای رمضان و قربان می روم. مسجدها را موسرخانه کردگیند، درهایشان را بستند، از آن را منع کردند، نمازخانه را منع کردند. باور کنید دهشت است. مسجدها را تویخانه و کیرمکخانه کردند. آن مسجدها با بهترین نقش و نگار قدیمی آراسته بود. وای بر حالتان، کجایید؟ آن بعضی هایی که طعنه میکردید که کمسمال حزب بی خدایی است، کجا شد شأن و شرف شما؟ مسجدهایتان را پرتوخانه کردند. شوروی خوب بود که با مسجدها کار نمیگرفت، مسجدها را با کیرمکخانه پیله تبدیل نداده بود. آخر ای جهانگیر خانی لسک، دعوا داری که پشت تازه و آدم های کیمچی هستید. اگر این طور است چرا یک بار از وضعی مسجدی گذرتان گپ نمیزنید؟ برای آنکه با پسویتان امامالتر دین و مسجد در کار نیست. من هر روز مشاهده میکنم و میبینم، چون که در یک رایون کار میکنیم، میبینم که اکای روزیبای رحیمزاده رئیس امروزه ناحیه بسیار آدمی صمیمی است. ما کسی خوب است باید خوب گوییم. این آدم خاکسار است، نه مثل پیشتر رئیس ها که کتگی و کر و فر کرده میگشتند. رئیس سابق از اکای روزیبای رحیمزاده بوده، مرادزاده مقیم قیوم از یحیی سنگستان یک آدم پستی بی سواد خیلی کثیف بود. بسیار دختران مکتب خان را با کروگش تجاوز کرد. شاهدی میدهم من این را. حاضر در ناحیه ظفرآباد مرادزاده مقیم قیوم رئیس است و خویش عبدالفتاح شریفوی سبزی به دست سابق سخنگوی پیشاب ملت می باشد. این که پشت و پناه دارد امام تپک را شب و روز می لسد. از اکای روزیبای رحیمزاده رئیس ناحیه خواهش داریم که اهمیت دهید تا مسجدها را کیرمکخانه نکنند. آخر اگر کسی ذره انصاف و ایمان دارد چون این کار را نمی کنند که در خانه خدا پرتایند و مردم را تهدید کنند که پول جمع کنید و راه را منفرش کنیم. در آخر گفتنی هم که وقتی مردم قیام کنند این لسک های تپک را در همین راه ها از گردنش رسمان میبندی که راه را آباد کنند. این راه را پیشاب ملت از حساب دخترها و دامادهایش باید راست کند، نه از حساب خلق بیچاره. یک ماشین اسماعیل پینگوینگی نبره‌اش را فروشد، این راه آباد می شود. تخمینه کلیوپاترا دخترش یک بار دوبای معیشت کنی می رود، کمی کم $100,000 رسخاد میکنه. چرا راه را مردم کم بغل منفرش کند؟ تخمینه در دبی زندگی میکنه برادر. طبق معلومات رسیده تخمینه دیگر بعد وقتای نزدیک نمیاد شنبه دیگر. خب دیگر بعضی حادثه هاشته است که بازم میگم که بعد میگیم. بار دیگر میگم که من هم طرفدارم، اما این راه را باز هم دولنها و تنرهای دختری دامادهای رحمان زود خراب میکنن. وقتی که کموری ما را میفروشند بگذار خودشان راه را آباد کنند. آخر از کیسه خودشان نمیکنند، از حساب انگشت خودمان میکنند. اگر جهانگیر خان و امثال وی کنلسک های کنبردار وقت راه ویران شد و شما زن و دخترها و کیلین هایتان را قطار میمونید، مردم کمبغلی که نان دهنشان را به این راه داده و دولن های اولاد رحمان و انگشتشان را به خارجه فروشد و اولاد گوشنه کیف کند، بعد این مردم زن و دختر و کیلین های جهانگیر خان را صاحب میشوند. این واقعیت از هر روز میشنوم از ساکنان. واقعیت حال را گفته است این برادر که واقعا کمسمال و کمونیستی سابق ببینید. از دموکرات بعضی اسلامی های امروزه دلش یعنی به مسجد و یعنی که عبادت خانه های مسلمانان میسوزد. واقعا گفته ایستاده است که میترسم امنیت دیگر قد عید رمضان و عید قربان میرم مسجد. یعنی واقعا واقعیت گفته است. یعنی این شخصی که نوشته است در وضعیت و حالتی که امروز ما و شما قرار داریم، واقعیت روزگاری امروزه عینی را نوشته است. دیگر در این کسی میتونه بگه که نه چنین نیست. اکی روزیبای امیدوارم که قضیه را میبینی. اکی روزیبای رحیمزاده آدم خوبه، انشالله که قضیه را باید حتما ببیند. واقعا اکی یعنی که روزیبای احترام دارم من. این واقعیت حال است. چرا؟ چون که شخصی صمیمی است. اون مهم نیست که فعلا چی وظیفه داره است یا کی است، ولی باید که واقعیت دیده شود و حالت مردم باید ببینند که چی است. ما در اینجا کجاش مخالفت است؟ در اینجا فقط بیچاره داد و فیغان دارد که همین وضعیت است در عینی. نامه دیگر از قبادیان. سلام علیکم برادر محمد اقبال، با مادرتان سلام مرا از تاجیکستان رسانید. ان شاء الله با مادر گرامی سلام شما را حتما رسانیدیم.
ما شما را به صبرانه در وطن انتظاریم. خداوند هر چیز زودتر این کهنه جنوب را نیست و نابود کند. سلامت باشید برادر. اللهم آمین. من از خبادیان جماعت اشمرات نیازوف درباره رئیس جماعت گفتنیم که در جان مردم و بخصوص جوانها زدگی ای. این رئیس جماعت شرط برای جوانها گذاشته است که برای آن که توی شوی یا اول باید خدمت روی و یا 10,000 سومونی آورده میسپرید دستی من. ما روسیه می رویم و در هوای 25-30 درجه کار میکنیم، عذاب میکشیم تا که بیاییم یک گوشه زندگیمون رو بینیم. آخر این 10,000 سومونی قریب 100,000 روبل میشه. میفهمی؟ اینو انصاف. من این قدر پول رو از کجا با ما بیارم و شما رو دهم؟ ما می رویم عذاب میکشیم، چورکه و چورنژاپی یا یعنی که حقارت مون میگن، باز میگویند مون دیگر نبیایید روسیه، اما ما در رو پوستی خر را میکشیم و میرویم روسیه برای آنکه در تاجیکستان کاری درست نیست. با این معاشی که شما میدهید چی کم بودیمون بود میشود؟ به 1000 سومانی و 1500 سومانی مگزن گرفته میشود یا که خانه و در کرده میشود. چی میشود؟ ای رحمان و خوک صفت، تو با تاجیک چی خدمت کردی که مقاماتت رنگی تلبنده پول میطلبنده مردم؟ میگویی که یگان گدا باشند ولی در تنشان لباسهای نظامی و کاری دولتی است. اینها از بس که وظیفه ها را با پول خریدن در بدنشان یگان میدان ناموس باقی نمانده است. آنها را رنگی خودت دایوس کردی. نه وجدان دارند و نه انصاف. رحمانوف ان شاء الله سقوطت نزدیک آمده ایستاده است. ان شاء الله پوست های تنت در پیش سگان و لاشخرها پرتافته می شود. روز به روز نفرتم به تو زیاد شده ایستاده است. رحمانوف گپ را بیش از این زیاد نمی کنم و می گذارم به اصل کار. در این جماعت ما که در چند سال چند رئیس عوض شد، همشان رنگ خود دزد و آدمکش زمین فروش بودند. شریپوف محمد از ایشانهای کم سمال می باشد. تمام زمین اداره را با بینایش فروخت. شریپوف محمد نه مکتب حلال خوانده است نه دانشگاه حلال. نام خودش را نوشته نمیتواند، یک عریضه را نوشته نمیتواند، همه‌اش را کاتبه‌اش مینوشت. و باز درباره رئیس دیگر، این نفر شریپوف بختیار است. اینها فقط فامیله هایشان یک است، با هم خویش و تبارم نیستند. که شریپوف بختیار از دهه میر شکار می باشد که این زمان در حکومت ناحیه کار میکند، در جایی که به نیازمندان کمک پولی میرسد و کسان خدمت حربی تمام میکنند و میآیند جای کار ندارند و کار تامین میکند، یا که برای چند ماه پول میدهد یا که از زندان آزاد میشود و 3 ماه معاش میدهد. خلاص در اداره شغل اهالی کار میکند، ولی هیچ یکی از این کاتگوری آدم ها رنگ پول رو نمیبینند. همش میدزده. همه را همین بختیار شریپوف با حجت های ساخته خودش میگیرد. این شریپوف بختیار وقتی در اداره جماعت کار میکرد، تمام راهروهای اداره را با زمین های آبی که مردم استفاده میکرد فروخت و از پول زمین هایی که فروخت با بچه‌اش یک ماشین کمری خرید و خودش باشد با یک مرسدس کهنه میگردد. خودش را رنگی تلبنده ها میگیرد، اما وقتی پشت در اتاق کاریش میروی همراه درست گپ نمیزند. باور کن. یا که میگوید من در یگان مجلس هستم، پسرش باشد با پشتیبانی پدرش را میکند. پسرش در وزارت کارهای داخلی کار میکند، وای به مردم سلامی ساز نمیکند، همون آدم ها را پسند نمیکند. میگوید من شما را با فلان و برابر نمیکنم. پدرش را از چند حالتی ترمشوی نجات داد. وقتی کار یگان کس میغلطد در حال با بچه‌اش زنگ میزنه که کاری همین را بود کرده میتونی، چقدر پولش رو گیرم. پسرش میگوید که من زنگ زنم باز را زنگ بزنم. پدر و پسر بیزنسی مشترک میکنند. پسرش شریپوف شهریار نام دارد. بختیار پسرش را با پولهای دزدی و فروش زمینهای جماعت به منصب و مقام و وظیفه آورد، صاحب یک ماشین دیگر کرد و دیگر رئیس جماعت توی رئیس می باشد. این توی رئیس با بچه‌اش رئیس جماعت بود. تمام اسکلادها را فروخت. حاضر در جایش خانه ساختن. این اسکلاد 20 سال پیش جای کلخاز بود، جای چیگیت و روغن و داروی کربامیت و سلیتی را. انباری سالیرکا و بنزین هم بود. همه‌اش را فروخت و با زمین هایی که فرما بود این زمین ها را هم این تویر همراه با بچه‌اش فروخت. و باز میگذاریم به قهرمانی رئیس جماعت، همین آدمی که از من 10,000 سومانی طلب کرد و تهدید کرد که پاسپورتت رو میگیریم دیگر روسیه نمیروی، خدمت میروی. این رئیس جماعت را چند وقت پیش کدام در اصلاح پولگیریش را نوشت. از کروپسی آمده قپیدند و 50,000 سومانک گرفتند و با سر جدان گفتند دوام دادم بگید زیرا. اما گفتند که باز دزدی کن برای ما جمع کن، ما آمده میگیریم و میریم. و تو
باز کارتا دوام دادن بگی. باور کنید که کارمندان کروپسیا خودشان روسیا هن که با کروپسیا دست میزنن. سلیمان سلطانزاده کجا نگهداری؟ نمیدونم باور که دیگه کدام منصبداری رحمان فا بگیم. در جماعت چند گکتر زمین مونده بود که بعد این کار آنها را هم فروخت. یک جماعت کلان که چند دری درآمدگاه داشت آنها را هم فروخت. استادیون پختکار بالا همه زمین های آبی بودند که یک قسمشان نفروخته بود که این رئیس جماعت آنها را هم فروخت. واقعا خیلی دهشت است، واقعا دهشت است. خوب بیننده عزیز و گرامی، همه آنچه میبینید، همه آنچه نوشته‌اند اینها واقعیت های حال امروزی کشورند. امیدوارم بیننده عزیز گرامی در نوشتن نامه و فرستادن معلومات به ما کوتاهی نمیکنید. خدا کند توانیم همه با هم این آیله کثیف و پلید را از اریکه قدرت دور بیاندازیم و این ملت و مردم در روزگاری خوب و خوش زندگانی کنند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.